خانم شما مجرد هستین یا متعهد؟ من مجرد هستم. والا به تیپ و استایلتون نمیخوره مجرد باشین. من هم ورزش میکنم، همین که با چند تا برنده کار کردم و اینا. یکی دو سال گذشته یا آقایی تو زندگیم بوده خیلی دوستم داشت و اینا، یعنی جایی که حتی آمبولانس هم نمیتونست خودشو برسونه این آقا خودشو به من میرسون. خیلی دوستم داشت و اینا. سر رفیق بازیای الکی، سر این دوست اون دوست، بیرون رفتنای الکی از دستش دادم. چندین بارم اومدم تو رابطه برم، ولی به خاطر رابطه پاپ منو نمیخواستن، به خاطر رابطه‌های دیگه منو میخواستن که نشد باهاشون برم تو رابطه. الانم مثل همچین آقایی دیگه هیچ موقع تو زندگیم پیدا نخواهم کرد. بعد واقعا خیلی پشیمون هستم. خب این آقایی که شما میگین شماره‌شو دارین یه تماس بگیرین جلوی دوربین ما؟ شماره‌شو دارم ولی ازش هیچ اطلاعی ندارم. میشه جلوی دوربین ما باهاش تماس بگیرین؟ بله. الو سلام عزیزم، خوبی؟ سلام خانم رفیق‌باز. میشه یه بار دیگه اگه امکانش هست بهم یه فرصت دیگه بهم بدی؟ نه نمیشه. اون موقعی که دلم برات میسوخت، اینم که عاشقت بودم، اون موقع منو ول کردی رفتیم اونور. الان هیچ جوره نمیتونم با تو باشم دیگه. دستمو داغ گذاشتم بعد از تو دیگه وارد هیچ رابطه‌ای نشم. الانم دیگه مزاحم نشو. خدافظ. فقط این که من یه نصیحت دارم به همسن سالای خودم، هیچ موقع طرفی که واقعا دوستتون داره عاشقتونه رو ول نکنین بریم بیرون. واقعا بیرون هیچ خبری نیستش. هیچ موقع ماهتون رو نفروشین برین شنبه بگیرین. هیچ موقع ماهتون رو نفروشین برین شنبه بگیرین. من تو این عاشقی دنبال یه دور برگردونم.